وزارت امور خارجه روز 18 فوریه گفت در بمبگذاری خونین در شهر انکره ترکیه هیچ یک از شهروندان تاجیکستان آسیب ندیدند. شام 18 فوریه در نتیجه یک بمبگذاری در نزدیکی تأسیسات نظامی در پایتخت ترکیه 28 نفر کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. احمد داوداغلو نخست وزیر ترکیه گفت که 9 نفر در رابطه با این حمله بازداشت شدند. ترکیه طی چند ماه اخیر شاهد چندین بمبگذاری خونین شد و صحبت امروز در همین باره است با همکارم قدرت شهیدی، شارح مسائل ترکیه در رادیوی فردا. قدرت، لطفاً اول درباره تحولات اخیر و اقدامات ترکیه بعد از این حادثه می گفتی که امروز چی گفتند و چی گذشت؟ در چند ساعتی که بعد از انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در آنکارا گذشت، تعداد زیادی دستگیر شدن و تا الان عده‌شون به 14 نفر رسیده. از شهرهای مختلف ترکیه رهبران احزاب سیاسی محکوم کردند این عمل رو و از دولت اردوغان و داوود اولو خواستن که استعفا بدن، برای اینکه نمیتونن امنیت شهروندان ترکیه رو برقرار بکنن. از طرف دیگه ترکیه هم حملات خودش رو در نقاط مرزی علیه کردهای سوریه و از یک طرف دیگه علیه کردهای ترکیه افزایش داده در چند ساعت اخیر و این در مرزها هست و در خود آنکارا هم تحولات سیاسی بسیار شدید هست. آقای داوود اولو ساعتی پیش هنگامی که معرفی کرد اون فردی رو که خودروی بمبگذاری شده رو منفجر کرده بود به عنوان یکی از اهالی سوریه که وارد ترکیه شده بود، در همکاری با حزب PKK این عملیات رو انجام داد. ولی ساعتی بعد صالح مسلم، سخنگوی اتحاد دموکراتیک سوریه که کردهای سوریه هستن بیشتر، این ادعای دولت ترکیه رو رد کرد و گفت که حزبش و گروه مدافعان خلق هیچ نقشی در انفجار آنکارا نداشتند. حمله در انکره پایتخت ترکیه چی معنی دارد؟ آیا بیانگری بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشور بوده میتواند؟ یکی از دلایلی که آنکارا در 5-6 ماه اخیر هدف بمبگذاری هایی بوده که سبب کشته شدن 10 نفر از شهروندان غیر نظامی ترکیه شده، این است که یک سیگنال، یک اشارتی به دولت ترکیه بفرستن که ما اگر بخواهیم و اگر عزم بکنیم میتونیم حتی در پایتخت ترکیه هم به دولت و به ارتش ترکیه ضربه بزنیم و این هم از جناح‌های مختلفی در درون حکومت ترکیه انتقاد میکنن به دولت و سیاست‌های دولت ترکیه که پیشبرد سیاست‌های به ویژه آقای اردوغان باعث شده که عملیات خرابکارانه در آنکارا و در استانبول افزایش پیدا بکنه. و از طرف دیگه باید دقت بکنیم که بیش از 2 میلیون پناهجوی سوری در ترکیه هستند. در سالهای اول این پناهجویان در نقاط مرزی بودند، ولی الان اگر شما ببینید در شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر عده زیادی از این پناهجویان زندگی میکنن و کسانی که دست به چنین عملیاتی میزنن خودشون رو از بین این پناهجویان جا میزنن و وارد ترکیه میشن و بعد از تهیه مقدمات دست به چنین اقداماتی میزنن که به دولت ترکیه نشون بدن اگر عزم و اراده بکنن میتونن ضربه بزنن به دولت ترکیه و دولت ترکیه هم در قبال اون در نقاط مرزی بمباران میکنه مواضع کردهای سوریه رو و در داخل کشور هم در ماه‌های اخیر صدها نفر از کسانی که گفته میشه از اعضا و هواداران PKK و دیگر گروه‌های مخالف دولت هستند دستگیر کرده. تشکر. همکارم قدرت شهیدی، شارح مسائل ترکیه در رادیوی فردا صحبت میکرد.